به نام خداوند بخشنده مهربان. حمد و ثنا خداوند یکتا را و درود و صلوات بی پایان بر حبیب دلها محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را باد. سلام سنت الاسلام به هر یک شما بینندگان شبکه نجم تیوی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در وصف ماه شریف رمضان چقدر که وصف کنیم، از همه بهترین وصف این وصفی که خداوند خود در قرآن در کتاب عظیم الشأنش وصف کرده است. خداوند ماه شریف رمضان را وصف نموده در سوره بقره آیه 185 می فرماید: شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن، یعنی ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است. بله، خداوند مخصوصاً از بین 12 ماه مبارک رمضان را اختیار نموده در آن آخرین کتاب و بهترین کتابش را بر بهترین پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرو آورده است. برای همین این ماه میگویند ماه قرآن است. بیایید در این ماه مبارک، ماه قرآن، این ماه را با تلاوت قرآن و تدبر و تفکر کتاب خداوند عز و جل گذرانیم. وقتی ما به زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر می افکنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه جبرئیل علیه السلام هر سال در ماه رمضان یک مرتبه قرآن را مدارسه و مذاکره می کردند و همان آخران رمضانی که در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، پیش از وفات کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه جبرئیل علیه السلام 2 مرتبه قرآن را ختم کردند. وقتی ما به حیات گذشتگان خود نظر می افکنیم، یک حالت بسیار عجیبی را با قرآن می بینیم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روایت می کنند که هر روز 1 مرتبه قرآن را ختم می کردند. وقتی ماه رمضان شروع می شد، در ماه رمضان در یک شبانه روز 2 مرتبه قرآن را ختم می نمودند. روزانه 1 مرتبه ختم می نمودند و شبانه 1 مرتبه دیگر ختم می نمودند. اینچنین از امام شافعی رحمت الله علیه روایت شده است که امام شافعی در ماه مبارک رمضان قرآن را 60 مرتبه ختم می نمودند. و از ابوبکر ابن عیاش رحمت الله علیه پسرشان ابراهیم روایت می کنند که میگویند پدرم به من گفتند: فرزندم، مبادا در این حجره از شما گناه صادر نشود که در این حجره پدرتان 12,000 مرتبه قرآن را ختم نموده است. بله، شاید تصور کردن حالت آنها شاید کمی مشکل باشد. وقتی حال خود را با حال آنها مقایسه میکنیم، ما و شما همیشه در دست همراه چی داریم؟ در دست همیشه تلفن موبیلی داریم. پیش از خواب کردن به تلفن موبیلی نظر میکنیم، از خواب خیستن به تلفن موبیلی، وقتی خوراک تلفن موبیلی، وقتی راه گشتن حتی تلفن موبیلی. همیشه در همه جا همراه ما و شما تلفن موبیلی شده است. اما آنها باشند همیشه و هر لحظه با کتاب الله، با تلاوت قرآن کریم بودند. بیایید در این ماه شریف رمضان همراه خود یک جدول برای خود گذاریم که تا اینکه قرآن کریم را ختم کرده باشیم. اگر در یک روز در 5 وقت نماز، پیش از 5 وقت نماز یا بعد از 5 وقت نماز، وقتی مثلا نماز بامداد را میخوانیم، بعد از نماز 4 صحیفه قرآن را تلاوت میکنیم. بعد از پیشین نیز 4 صحیفه یعنی 2 ورق از قرآن تلاوت کنیم. تصور کنید 2 ورق قرآن کریم را بعد از نماز بامداد طول 10 دقیقه ما تلاوت میکنیم. بعد از بامداد 2 ورق، بعد از پیشین 2 ورق، اینچنین بعد از عصر، بعد از هر یک نماز 2 ورق از قرآن کریم تلاوت میکنیم. اگر ما با همین جدول عمل کنیم،
در ماه شریف رمضان یک مرتبه قرآن را ختم میکنیم. اگر خواهیم که 2 مرتبه قرآن کریم را ختم کنیم، بعد از هر یک نماز یا پیش از هر یک نماز 4 ورق تلاوت میکنیم. یعنی 8 صحیفه از قرآن کریم اگر ما تلاوت کنیم در هر یک نمازمان در ماه شریف رمضان 2 مرتبه قرآن را ختم میکنیم. و اگر خواهیم که 3 مرتبه قرآن کریم را ختم نماییم و این مرتبه کمی بلند است، مرتبه نفرهایی که همت بلند دارند برای آنها است، 3 مرتبه قرآن کریم را ختم کنیم. بعد از هر یک نماز یا پیش از هر یک نماز، یعنی در هر یک نماز 6 ورق قرآن را باید تلاوت کنیم. یعنی 12 صحیفه می شود. 12 صحیفه هر نماز تلاوت میکنیم و در آخر در ماه شریف رمضان 3 مرتبه قرآن کریم را ختم می نماییم. چقدر بزرگ است، چقدر تصور کنید. آن حدیث مشهوری که ما و شما بسیار شنیده هستیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند نفری که قرآن را تلاوت می کند به هر یک حرفش 10 ثواب نوشته می شود. و در دوام حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند نمی که الف لام میم حرف است، بلکه الف یک حرف است، لام یک حرف است، میم یک حرف است. یعنی وقتی ما الف لام میم میگوییم 30 ثواب برای ما و شما نوشته می شود. تصور کنید اگر ما و شما قرآن کریم را در این ماه مبارک، در ماه قرآن، نزول قرآن ختم نماییم، چقدر ثواب و اجرها نوشته می شود. بیایید برادران عزیز یکی از این جدول ها را برای خود اختیار نماییم و در ماه شریف رمضان کتاب الله را، قرآن کریم را ختم نماییم و این عادت ما و شما گردد و بعد از رمضان این چنین هر ماه 1 مرتبه قرآن را ختم نماییم. و در آخر بینندگان گرامی، این نوار را به دوستان، به یاران و دوستان خود بفرستید. شاید که یکی از این جدول ها برای آنها پسند می آید و شاید که آنها با سبب این نوار قرآن کریم را ختم می نمایند و هر حرفی که آنها تلاوت می کنند تصور کنید ثوابش برای شما نیز نوشته می شود. با امید ختم کتاب الله در ماه شریف رمضان، خداوند یار و مددگارتان باشد.